به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه فیض‌آباد با عریضه زنی 41 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که 23 مارس سال 2022 شخص نامعلوم با روی پنهانی به خانه استقامتیش در آمده از داخل صندوق 75,000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غایب شده است. هنگام گذرانیدن 4 بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، جوان 19 ساله ساکن نویه مذکور همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در شهر وحدت با عریضه مرد 37 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که 21 آگوست سال 2020 مرد 42 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از او $15,000 امریکایی گرفته وعده داده است که بر عوضش از بنای بلند آشانه نفساخت کوچه سامانیان شهر وحدت خانه استقامتی گرفته می‌دهد، اما وعده‌اش را تا حال اجرا نکرده است. همین طریق 28 مای سال 2020 به باوری مرد 28 ساله ساکن نویه واسه در آمده 133,000 سومانی گرفته است. همچنین نامبرده 8 اکتبر سال 2018 به باوری مرد 42 ساله ساکن شهر وحدت در آمده از او 127,000 سومانی گرفته است. همین طریق ماه آگوست سال 2019 به باوری مرد 42 ساله ساکن شهر وحدت در آمده از او 122,000 سومانی گرفته مبلغ گرفته‌اش را تا حال برنگردانیده است. از روی این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان درباره باز یک صدمه مرگ‌آور در راه‌های تاجیکستان خبر داد. بنا به اطلاع این وزارت شام 23 مارس سال 2022 تخمینا ساعت 18:30 راننده ماشین تمغه اوپل استرا رازق‌زاده امران یحیی سال تولدش 1988 ساکن شهر استرافشان هنگام حرکت در شهرهای دوشنبه خوجند از عهده اداره واسطه نقلیات نبرآمده به سمت راست راه چپ شده است. در نتیجه صدمه دو مسافر این ماشین سلطانوف بختیار سال تولدش 1994 و نابالغ مرادوف اسفندیار اعظمویچ سال تولدش 2005 ساکن شهر استرافشان سال تولدش 2005 ساکن شهر استرافشان جراحات وزن جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. متاسفانه نابالغ مرادوف اسفندیار در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه ها تحقیقات ادامه دارد. بنا به آمار رسمی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان سال 2021 بر اثر 1102 صدمه نقلیاتی در راه‌های این کشور 395 نفر به هلاکت رسیده، 1218 نفر جراحات جسمانی برداشتند.